درود بر شما. امیدوارم که خوب و خوش باشین. امیدوارم سال خوبی را آغاز کرده باشین و روزهای سرشار و روشنی در پیش داشته باشین. امشب سومین برخوانی از 3 برخوانی بهرام بیضایی رو میخونم. این در کتاب 3 برخوانی چاپ 1376 در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ شده. برخوانی اول اژدهاک بود که با هم شنیدیم، آرش و که با هم شنیدیم. این سومی برخوانی هست برای 2 برخوان به نام کارنامه بندار بیدخش. 2 برخوان، یکی جمشید رو میخونه و دیگری بندار بیدخش رو میخونه. من کوشش میکنم با 2 لحن متفاوت بخونم که برای شما روشن باشه کی داره حرف میزنه. به هر حال با جمشید شروع میشه. دیدم اکنون او را میبینم که میبرند در عرابه خرکش تا رویین دژ و 6 نیزه‌ور گشن گرد او 6 سو. از او پرسیدم چون این باز توانی ساخت؟ پاسخ داد نشایسته تر از این. و من در آن لبخند چیزی دیدم. من که جمم فریاد به فریاد پیوستم که پس باز چون این توانی ساخت هرچند نشایسته تر. جامی چون این که در آن جهان وجب به وجب پیداست، بر من چه می رود اگر جامی چون این در دست دیوکان باشد؟ که مرا در آن توانند دید که کدام اندیشه دارم، در چه کارم و چونم، این دانش بسوزان. آه رویین دژ که خود ساختمت و اینک زندانی توام. مرا به درودی دریاب از بلندی آن بالا، از آن ستیغ ابر پوش مرا بنگر در پای خویشت شکسته و خردندام که با سوی توام می آورند در عرابه خرکش. مرا که ندانسته زندانی برای خود می ساختم که از آن جز به مرگ راهی نیست. درهای آن بر جهان بسته، مغاک های آن تاریک، تنگناهایش تنگ، راههایش رو به بیراهه و دالانها بنبست های تو در تو. کاش آری کاش چیزکی از تیزبینی آن جام در سر من بود که پیشتر چون این روز در آن می دیدم و گریز راهی پنهان از برای خود می ساختم. کیست این که با من به دشمنی برخاست جز کوربینی من؟ مرا در دانشم بسیار باید نگریست اگر چنین با من بر سر جنگ است. این است سرانجام آن کس که گفت نه، هرچند اختر شماری نیکوست یا رایزنی ارجمند بر سر هر انجمن. هر کجایید میخ بردارید و بر خشت خام بنویسید من جم نیک چهر، دوست مردمان نیک و دوست 4 پایان خانگی و دوست گیاهان سودمند، من که جمم به چاره خرد تیزبین دشمنی را شناختم که از چشم پنهان بود گرچه همواره پیش 2 چشم خود داشتمش. بنویس. از بیدانشان باکی نیست که خود چاره خویشند. نه، ما را در دانش ژرف باید نگریست تا در آن چه سود است و برای که. دانشی که ما را به فرمان نیست بودن چرا؟ و چه زیانش بیش آنگه که در چنگ دشمن باشد؟ و کیست ناخجسته تر از آن که تواند دانش یکسان به ما و دشمن ما داد؟ نوشتی دبیرک؟ یادم آمد این دانش از که آموختی. گفتم کدام دشمن ای شهریار، ای جم که بر اسب می نشینی؟ تو را دشمنان بربادند و چه اندیشیدی که من ایشان را به کس گیرم؟ آن که تاج دانش به سر دارد چگونه بندگی مردمی خواران و نابخردان کند؟ آیا نه همه سالها بر سر این کشور گذاشتم از جوانی تا بدین سپید موی خیش؟ آیا نگفتم دانش خانه ساختن و نگفتم دانش جامه بافتن و نگفتم دانش پای افزار؟
آیا از شیربنان خوراک نیکو نساختم و چوبگران را اره و تیشه کارافزار نکردم و آهنگران را چکش و آتش دمنده ندادم و آن اندازه ها چون دانگ و بدست و پنگان و کیله و فرسنگ پیش نگذاشتم. نگفتم دانش چاه کندن و آب به چرخ و رسن فراز آوردن و از مردمان تب نبریدم با پزشکی و نگفتم دانش اختران و مردمان را دوست نگرفتم و تو را گردونه و گاه نساختم. و چون این ناخجسته را بدتر که هر نیکویی جهان آورد گوید من کردم، وگر او نگوید مردمان اندیشند به تبه که آنچه از دانش رسید این کرد و از مغشا هیچ نگویند. اگر وی از شیر مایه ها چندین خوراک کرد همه نیک و از گیاهان خورش های خوب شور و شیرین و تند و ناتند، که بود جز جم که از تاک نبید برآورد که سر همه نوشیدنی هاست و جز بدان آرام و خرمی کس ندید. و که بود که جام و پیاله فرمود ساختن که در آن باده به کام دوست از خون دشمنان خوشتر. و که بود که شیشه از دل سنگ بیرون کرد و ابریشم از پیله. اینها همه از جم بود، شاه دانشدار که خورشید چهره‌اش می‌خوانند. و او آن خودسر بندار بیدخش، آن خیره در من نگریستن گرفت و گفت هر چه خواهی بسوزان ای جم و دانش مسوزان. این کجندیش، این خودنما، این هرزه درا، این بادگو. نه دبیر، خامه بشکن و این خشت را به آب زن. گفتم ای جم که گردونت را 6 اسب میکشند، من از این دانش ها بهر خود چیزی نخواستم. من این دانش ها همه از بهر مردمان کردم و امروز سود آن همه جا همگان میبینند. پس چرا جز بند مرا بر دست و پای نیست؟ آیا دانش است که با من به دشمنی برخاسته؟ نه، این از دانش به من نرسید، از شما رسید، از آن که در دانش من وارون نگریست. من گاه نشین، من جم که جهان نو کردم تا نگین شاهی به انگشتم شد. من آری، من که جمم، فرمان هورمزد کردگار نبردم که فرمود بیا ای نیک چهر پیامبر ما باش با مردم. و وی را گفتم مرا بس است جم بودن و جهانداری. من جم که از پشت ماه و خورشیدم، گفتمش خوبتر آن که من اینم که مردمان به من آیند به خواهش خود بیان که بخوانمشان و گاهان میخوانند در 6 گاه از تابش هور. و او هرمزد کردگار من جم را در کار جهان به رایزنی گرفت تا جهان از اهریمنان برست. نوشتی؟ بنویس. من که جمم جهان از جنگ ها بپرداختم و مردمان را خانه و جا دادم. جانوران نیک از همه جا گرد آوردم و گیاهان نیک پروردم و بیماری ها برانداختم، چنان که مردم بسیار شد و از تنگی ستوه آمدند و مویه هاشان گوش مرا آزرد. مرا به ناله گفتند ای جم بنگر که در زمین جای نمانده است و ما زود باشد که چون مارها بر سر هم رویم. پس من که جمم بر البرز فرا رفتم تازیانه در مشت و هورمزد را یاد کردم و چامه های آیین نو و آیین کهن خواندن گرفتم و تازیانه بر زمین کوفتم که ای زمین فراخ شو بهر مردمان. و زمین فراخ شد و فریادهای شادی مردمان تا سپهر آسمان رسید و تا 3 بار جهان بر مردمان تنگ شد و من 3 بار جهان بر ایشان فراخ کردم با بسیار آبادی و من اینها همه به نام دادار کردم. اینها همه از دانش بود. باد این سخن ببر و کوه این فریاد باز آور و روی ندژ تو در میانش گیر تا نگریزد. تو ستیز خو که اینک چون دانشم که به من میخندد مرا در میان گرفته ای. اینها همه از دانش بود.
ایشان همه دیوان و دیو خویان بودند، سوار گردن هم که جنگ افزارهایشان استخوان برادران و فرزندان بود و زه کمان از روده هم داشتند. ایرانویج زیر سم ایشان پست شد تا جم جهاندار را درخواستم که کارزار واپسین به دانش بسپار. پس به کار کرده آینه ها تابش در چشم دشمنان افکندم و ایشان را بر جنگ کور کردم تا شکسته شدند و درخشش چندین آفتاب چشم ایشان سوخت و با سر فرو افتادند و زمین از گند و مردارشان پر شد. و آنها که ماندند مویان و جیغ کشان و ورجه ورجه کنان به مغاک ها گریختند، سم افکنده بر سر پوزه یا دم، بر یک دست یا سینه خیز شاخ کنده و شکست ناخن، تا آن سوی تاریک جهان به سنگلاخ نیستی، چنان که کسشان باز ندید. و چون به آتش ایزدی زمین از گند ایشان پاک شد، مردم و رمه آسود و جهان آرمید. پس به دانش رگ بیماری ها برانداختم و رستنی ها و جانوران خوب پروردن مردمان را آموختم، تا زمین تنگی کرد و مردم ستوه شدند. جم پرسید چاره ای؟ پس مردمان به یاری خواستم و به دانش خاک آبهای هرز را زه کشی کردم تا زمینهای نو پدید آمد و مردم بر آن دانه ها کاشتند و جهان سرسبز شد. و 3 بار این شد و اینها همه از دانش بود. فرمودم بر گل بنویسید و بر سنگ بکنید و بر چوب بنگارید داستان جم دشمن شکن، که از وی فراوانی و فرح و بخت است. پس بر این پیروزی جشن ها کردم و روزگار نو کردم. بر دیوان دیده بانان گماشتم بر باروها و بلندیها، تا به هر نشان آتش ها به پا می کنند و آینه ها می تابند و کبوتران پرواز می دهند با نامه ها. و فرمودم چون باشد که دشمن خویان را دژی روینه بسازیم، تا مردم را از دیو خویشان اندیشه نبود و آزار بر شبان و دهگان نکنند. و هر بار که پای گستاخ کارزار پیش آرند، از آن یاد کنند و به دورگهان بگریزند. و گفتم کاش از سراسر ایرانویج هر دم که خواستمی دانستمی تا چه کس در رنج است رنجش برداریم، و چه کس شکست است تا شکستگیش راست کنیم، و چه کس نادار است تا وی را بخشش کنیم، و چه کس اشک در 2 چشم آورده تا اشک وی به نوید و خرمی بستریم. رویین دژ. من طاق تو را چون شبی ساختم که روزنه‌هایت ستارگان باشند. من آبگیرها در تو ساختم بارانگیر، و زمین تو را به شماره روزهای سال خشت پخته زدم و بر در تو نوشتم کسی را بدین در گذر مباد. من تو را ماننده با جهان ساختم 12 پلکان چون ماه‌های سال، و هر کدام را 30 پله چون روزهای هر ماه. بخشی را چون بهشت آراستم روشن و سبز، و بخشی را سرد و تاریک به سان دوزخ ساختم. و تو در آن مردمی و گیاه و جانور همه از سنگ می‌بینی تراشیده. و چون می‌ساختم این همه در سرم به جا میمانست که در آن جهان پیداست. من که بندار بیدخشم، مردی بودم اخترشناس، که به خردی پدر از همه دانشها مرا اندکی آموخته بود، و چون بالیدم آن دانشها همه را پی گرفتم. من در پوست نبشته های کلدانی نگریسته بودم به کودکی، و آن اندازه ها و اندیشه های ایشان دریافته، و آن دانش‌های شگفت بابلی بر خشت‌های پخته همه از بر بودم. از پیش گفته هنگام آب خیز و آب خفت، تا کار کرده ماه تاب و تابش اندی ستارگان در برآوردن خیزاب‌ها و رویش چندی گیاه سبز. از آیین پرداختن آینه ها که مصریان دانستند، تا دانش در هم آمیختن ریشه ها و داروها،
و اندازه کهکشان و آن زیج‌ها و زینه‌ها و چندی و چونی این روشنان آسمان، از راست کردن دارونامه‌ها و برساختن سنجه‌ها و پیمانه‌ها و پدیدار کردن پیکره‌های اختران سپهر تا آن آینه‌های شب چراغ و جام راستی که هندیان کردند و آن بنیادها که چینیان بدان چراغ جادو ساختند. پس به جامی اندیشیدم که در آن جهان پیداست و گفتم این پادشاه را سزاست که اندوه خار جهان است تا دشواری‌های مردمان بنگرد، از شبان و شکاری و سپاهی و دهقان و کودک و زن و مرد، و به خرد خیش آن گره‌ها بگشاید و بندها از ایشان بردارد. و در کار شدم تا 10 سال. از او پرسیدم چون این باز توانی ساخت، این سخت نیکوست و مردمان همه در آن پیدا، و ما که اندوه خار جهانیم بادا که در آن به نیکی بنگریم تا چه اندوه از جهان میتوان برداشت. آیا چون این باز توانی ساخت؟ گفتمش ای جم که از شید تابنده تری، این مرا فرسود و پشتم از آن خمید و چشمم تیرگی گرفت. توانم ساخت، آری، مگر نه به این شایستگی. به این شایستگی نه؟ فرمودمش بندار بخردا، پس توانی ساخت. چه پاداشی در جهان با این آینه همسنگ است؟ هان در خورد تو چیست؟ خود بگو که ما پیش دانش تو اندکیم. چرا زهر در شکر می آمیخت؟ گفتمش تو مرا می دانی، دیر خوابی زود بیدارم، به کار مردم اندیشی سخت افتاده، و این در کار بهروزی شما کردم. بی چشم داشت، گفت ایدون باد و ایدون تر، چرا پارین سال و کهنه جهان بدان نو نکنیم؟ چرا جشنی نسازیم و خوانی نگستریم و در سورنا ندمیم؟ مهر ستوده آی مهر آتشین، من از تو چه کم دارم؟ تو که از آن بالا چشم بر زمین داری، تو که گردونه در آسمان میرانی، تو مهر هزار گوش هزار چشم دارنده دشت های فراخ، تو چه میبینی که من نمیبینم؟ رودها من در این میبینم، کوه ها این دماوند است و این الوند و این کرکس، و دشت ها و کتل ها همه اینجاست، و مردمان ایشانند، یکا یک در کوشش و ورز، و دیوان همه در مغاک های خیش دل ریش و لرزان و خشمیده. آری بگو مهر که روشنایی گیتی به توست، چیست آنچه تو بر آن بینایی و من نه؟ مرا گفت آیا از دیوان نشنیده ای که گنج ها زیر سر دارند و بر دیدن آنها کورند؟ شاید تو رنجه شوی که پاداشی همسنگ رنج تو ما را در گنج خانه نیست، و مباد این دانش آنجا بری که تو را پاداش همسنگ دهند. آری که من در این سودها دیدم. گفت سودها؟ گفتم سودها؟ آری این نیکوست تا بدان پلشت و پتیاره از جهان براندازیم و کشور از زشتی ها پاک کنیم که از گند دیواندی و اهریمنان بر جای ماند. در این بنگریم تا کجاست هرچه گوژ و شکست سینه و ریخت دندان و نرم استخوان و کل و پیسه و لوچ و نابینا و مانندانش، و ایشان همه از ور بیرون کنیم. پرسیدم ور؟ بنویسید من جم نیک رمه دارنده کشتزارهای گشاده و چراگاه‌های پهناور، باغ دژی دارم ور که در آن زشتی و بد را راه نیست، و در آن گزیده ترین مردمانند از هر گونه که شایست، موبدان و دبیران و جنگاوران و کارورزان، چه کشتگر و چه شبان و شکارگر، همه نیکندیش و تندرست. در این ورند نیکترین درگاهیانم و نیز بهترین از هرچ نیکوان، و چابکان از هر تیره و رده، چون کرنایی و دستباز و چرگر، و کنیزان و ریدکان،
و کنیزان و ریدکان خوب چهر تیز پای و گوان شرزه و بانوان با خرام، همه ساخته و خوب روی و نیکندام، با گنجهای زر و نیکوترین پارچه ها و افزارها، و جفتی از هر جانور سودمند در آن خواهم برد، و چندین و چند از گیاهان نیکتر چون تاک و هرچه میوه دار، و خوبترین رمه های دشت و پرندگان آسمان و ماهیان آب. من به این دژ خواهم شد و بیماری و پیری و مرگ را پشت در خواهم ماند. این است رای من. شیر شاه درندگان و گاو شاه چارپایان خانگی و عقاب شاه آنها که در آسمان میپرند، بر ستونهای چوب طاق درگاه ما نگه می‌دارند. و ما بر تخت بخت خویش در جام گیتی نمای به کار جهان مینگریم. بگو ای مهر که چشم بیخواب جهانی، من از تو چه کم دارم؟ پرسیدم ای جم که با هورمزد گفتگو داری، گفتی ور؟ فرمودیم آری ور، چند باره میپرسی؟ و بسیاری ناخوشدل شوند که ایشان را بدین ور راه نیست و جهان از آن پر گفتگو شود. آری این نیکوست تا بنگریم که مردمان بر چه سرند و خاموشان در پنهان چه میاندیشند و سرداران در چه کارند و دیوان قارزی در کدام نامردمی میکوشند و بانگ ناهمراه از کجا برخاسته. آری تو مرا بندگی نیکو کردی، نیک است و نیکتر که این دانش بسوزانی. مباد روزی فردا دیوکی جامی چنین دارد و از آن در کار ما بنگرد و سپاه ما بشمرد و خفته از بیدارمان بشناسد و تا چشم بستیم جهان بیاشوبد و به شبیخون ناگهان ایران ویج خار کند. آری من بر تو آشفتم که آزت بفریبد و جامی همچون این دیوان را بسازی که تو را پاداش همسنگ دهند. رویین دژ، تویی پاداش سالیان پای چراغ دانش سوختن. پس راه‌های ناهموار خود را بر من نمایان کن. شما 18,000 گل نبشته بابلی و 30,000 پوست نبشته برهمنان و بیشمار چوب نویس موبدان که در آموختن شما دمی فرو نگذاشتم. چون بر سر هم شدید راهی ساختید که مرا از آن به زندان رویین دژ می باید رفت. دیو خویانی که این دژ در خورد ایشان ساختیم آزادند و آن که نیست منم که گفتند در خورد دانشش چیزی نیست. کاش مرا گریز راهی بود، آری، و بیش از هر چیز از خودم. از چوب 10 نهانگاه ساختم چون 10 انگشت و هر بار در یکی پنهانت می کنم ای جام، که آن که سر ربودن تو دارد هوشش ربوده شود. نگین به همان انگشت می کنم که شمار آن نهانگاه است. مگرم این نیز بسنده نیست، زیرا چون نامردی نگین در انگشت چندم من ببیند، او نیز بداند که جام در نهانگاه چندم است. پس بیا ای نگین که به چکه خون میمانی، بیا راه بر ایشان گم کنیم. بیا به انگشتی دیگر شو که نشانه ها در هم کنی. اکنون از همه پنهانی مگر از یاد من. بیگمان او مرا در جامی که خود ساختم میبیند. مبادا به رنج من شاد شود. پس ای شادمانی که در بهشت خانه داری، لبخندی به چهره‌ام وام بده. بهل که بداند این داستان بر خشت میزنم. و باز نه، مباد که این بر آب زنند. بیندیش ای مرد که در زندان خویشی. اکنون تو را روزها و شبهای بسیار داده اند تا در راه رفته بنگری. پس بیا ای سنگ بردبار که دل از شیشه داری، کلک من باش و دریاب نشکنی که مرا دل شکسته است. و ای خشت خام که دلتنگ چون منی، چون تو را رفته ها می سپرم، آن را تنگ در برگیر تا آیندگان تو را برگیرند. مباد بفرسایی چون من که فرسودم
و مباد ترک برداری و روزنه ها بگشایی، تا واژه های گریزان که گوهر از باد میبرند به تندی تند باد از تو بگریزند، همچون پرنده از شاخ و زندگی از تن، نه چونان من که گریزیم از این دلتنگ نیست. آری بیگمان او مرا در جامی که خود ساختم میبیند، پس بهل اکنون کارنامه آغاز کنیم. من جمشاه، شاه مردمان و شاه کشورها، فرزند پدرم و پدرم و پدرانم. منم که تا بوده است و بود نیکویی ها کرده ام به راستی و همه را بر ستیغ سخت این درشت کوه رده کردم تا مرا به بزرگی گوا شوند. منم که از 6 گوشه زمین باجگذار منند و فرمانم بر 8 کشور رواست و من هر چه کرده ام به نام دادار کردم و جهان این جهان نبود اگر من جم بر ننشستم به جهان آراستن. نه دبیر بمان و دست بکش. چون مرا چنان پاسخ درشت داد که نشایسته تر از این، پس از این را گفت نه پیش از این. آیا پیش از این جامی دیگر نساخته و با وی نیست؟ ای جام بشتاب و او را نشان بده در چه کار است که تا ندانم آسودگیم نیست. این کوه هست و این رویین دژ و این اوست، دیدمش میبینم. در رویین دژ با وی چندان چیز نیست که بدان جا میتوان ساخت، مگر در آن کلات جادو کرد پنهان خانه ای دارد ناپیدا از چشم تو ای جام، و او را هرچه خواستی بندگان به بندگی ببرند. ما چه میدانیم در سر نگهبانان چیست؟ و اگر او دست به جادو دارد چگونه از جادوی وی توانند گریخت؟ از آن جادو که در تابش زر پنهان است. آیا زری با خود نبرد؟ بیا تو که روزی شاگرد وی بودی و امروز از بخت خوش رازنویس منی، نوشتن فرو بگذار و به بندگی وی برو و با وی چندان بتاب تا راز وی بدانی. نخستین روز چون موبدی دل بریده از گیتی نزد وی برو که آوازه این جام شنیده باشد و بخواهد از آن در کاه کشان بنگرد. دیگر روز چون بازرگانی بسیاردار برو که شنیده باشد بازارها همه در این پیداست و بخواهد به زر آن را بخرد. سوم روز چون دیوکی نهانسم و پنهان شاخ و مردم خوار نزدیک وی برو که وی را پادشاهی دیوان تاوان کند اگر او جامی چنین خوش از بهر وی پدید آرد. و به چهارم چون زنی افسون ساز و پوشیده چهره برو که از این پیاله جادو شنیده باشد و تا دانستی بهتر از وی در جهان نیست، بخواستی به کرشمه در آن بنگرد تا روی بنماید. پس تو را ایستاده نبینم و شگفتی زده. برو و زودتر برو و هیچ ترفند فرو مگذار. وگر جامی نزد وی دیدی درفشی به رنگ خون بر سر دژ کن تا در چاره بنگرم. تویی که این نوشته را میخوانی به هوش، که روزگار با هیچ مرد بد نکرد و بنگر که مردمان با روزگار چه بد کرده اند. من مردی بودم نامم گم از جهان که پدر مرا کار دانش فرمود و گفت این سود مردم است. و من چون گاوی بارکش که هزاران پوست نبشته از چرم همگنان را در عرابه‌ای میکشد و از آنها چیزی نمیداند، ندانسته بودم که سود کس نیست مگر زیان کسی. مرا یاد از آن روز است که زمین از کشته های دیوان پر بود و دهل‌های آشوبشان از بانگ و غوغا افتاد. از این پیروزی همه شاد شدند و من نه. من از فراز در کشته ها نگریستم. پس به سکنجی شدم و در به روی خود بستم و به سالها این جام پرداختم از بحر نیکی آن. و اگر روزی مرا داوری کنند که این جام سود است یا زیان، مرا بر خویشتن دشنام خواهد بود یا دریغ، آفرین یا نفرین، اگر در آینه دانش من به سود کسی دیگری را زیان کنند. نه نه نه، من او را به رویین دژ فرستادم و این بس نیست.
چه باید کرد اگر شاگرد استاد را درود خوان شود و بندگی به جای آرد و آن این را در کنار گیرد و به یاری هم جامی نو بسازند؟ نه، مرا چاره مرگ اوست. بیایید شما آن مهربانان باشید که خواب گریخته مرا به جای خود باز می آورید. بشتابید و بتازید و به پشت سر منگرید مگر با سر او. چشم به راه آن دمم که با دلی شکسته و چشمی اشکبار گزارش مرگ وی را به گوش خود می شنوم و گواه خاموش شما پیکر پاره پاره اوست که با دهان زخمهایش به 100 زبان سخن می گوید. شتاب کن بندار، شتاب در این کارنامه که می کنی. چه دانی از فردا یا خود از امروز؟ اگر او همان است که تو اش می دانی، پس نیک دانی که همینک در اندیشه هایش چه می رود. آری همین، در پیم فرمان مرگم. گوش جهان را چه نوایی خوشتر از سرود آمرزشی که مغشاه به خود بر مرده من میخواند. زودا که راه از سواران پر است، از توسنان زمین کن که خشم بر آنها میراند، از گردی نمایان که تا آسمان برخاسته و در چشم کوره راه تنها درخش تیغ هاست که با تیرگی برشده از خاک بادآورد می جنگد و تنها شیهه چندین خدنگ سرکش است دادخواه من که در مویه های خاک که سم بر سران میکوبند و چکچکین زره های گردنکشان ناشنیده میماند. آری گوان و گرازان به تک می آیند به خون من. مگر پیشتر این کیست؟ روبروی خود چهره شاگردی از آن خیش میبینم یا کسی پنهان در چهره وی؟ تو آن نیستی که از من نبشتن آموختی؟ چیست که تن پوش مهتر دبیران نهاده ای و درشت کهترین چاکران بر تن خود راست کرده ای؟ شاید آمدستی به چشم خیش بنگری بار این درد چون میبرم، یا چگونه است چنبر ناگزیر رویین دژ. هرچند مپندار از آن گریز نیست. آری هست، به یاری یاری چون تو که وامی نهی جامه تو بپوشم و از دری که بر تو میگشایند پا بیرون بنهم. یا شاید آمدستی بنگری نومیدترین مردم جهان به چه میماند. به تو خواهم گفت آری، من تنها به خودم میمانم. پس درود به تو که نیک آمدی و نگفتی چگونه آمدی و این چیست با تو؟ چیزی پوشیده که به پیاله خون مانستی. این کاسه ای نیست که در آن سر بریده من با چشمان بینگاه به جم خواهد نگریست، یا پیمانه ای که پیش از مرگ بدان گلویی تازه کنم. این راز هرچه باشد پرده از آن بردار. آن پس این جام جهان بین است که من ساختم. دیدبانان غریوها کردند که درفش خون رنگ بر سر رویین دژ در باد است. پس درود بر فرسته من که راز گشود. این چه جام است و آیا پیشتر از این کرده است یا اندر دژ؟ بایست در وی بنگرم. جامم کو؟ مگرم باید که با پای خیش تا رویین دژ رفت. مباد وی را ناکسی به دست آوریده باشد تا کس شود، یا دیوی جهنده را در پرواز خود در آسمان چشم بر آن جام گیتی نمای افتد و خیشتن فرو اندازد و به فریب و پرخاش و ستمش برباید. جامم کو؟ بیا ای جام که آنچه داشتم تو را بخشیدم و زودا که زندگیم. بهل واپس این بار چشمانم در چشم تو بنگرد که جهان را میبینی. آه دیدمش، دیدم. این سرزمینی است که بسیارش دوست می داشتم و این مردمانند در کوشش که سزاوار بهترند و این بارگاه جمع است که شیر و عقاب و گاو آن را نگه می دارند و این خود اوست. چه نشانم می دهی؟ چه می بینم؟ جم به دیوانگی زده از گم کردن جام؟ آه در این جام چرا جز چهره کجگرد من نیست؟ این همان را ماند و آن نیست. این که کرده است و چگونه بدینجا افتاده؟ و جام راستین کو؟
یا نگین در انگشت فریبم میدهد و جام در نهانگاه دیگر است. یک یک شما را میگشایم و میبینم کجایید و کجاست. 10 جام چون این همه با چهره کجگرد من و مرا افسوس کنان. کاش خرد گم نکنم، پیاله ها که هر کس در آنها روی خود میبیند. آیا این ترفند خود نفرمودم تا آنکه چشم پی جام جهان بین دارد آن از مانند آن نشناسد؟ نه، کجا گذاشتم و کرا سپردم و چرا؟ آیا این جامی است که تا کردگارش بیازارند بپژمرد و تن زند و بازی ایستد؟ جام جهان بینم کو، گوهری یکتا که به چشم بیخواب خورشید مانستی. آه جم تو را گنجی بی رنج به چنگ آمد و دور افکندیش. دیگر چگونه در کار جهان می نگری و کیست چون اویی که چون آن بسازد؟ نه، نباید خون وی می ریختم، نه پیش از آن که جام دیگریم بسازد. آی بیایید، فرمانبران در راهند، از آنان پیشی بگیرید. هرچه از یلی دارید در میان نهید و بیدرنگ بتازید و پیش از آنان برسید. بندار بیدخش را زنده بیاورید. درفش خون رنگ در باد است، پس او را جامی است و مرا جام جهان بین گم شده. دیدمش، پس این است. کسانی شتابنده با فرمان مرگ من و کسانی کند با فرمان زندگیم. چه زود آنچه میپنداشتم شد. بگریزم به کجا؟ نمیدانی که از رویین دژ جز به مرگ راهی نیست و مرا تنها گریز از مرگ به این خشت خام است که بر آن کارنامه میکنم. بیگمان کسی جایی مرا در جام میبیند. خود را نباز جم، تو شاه شاهانی، سر مغان، از چه شور در سرت افتاده؟ کسی چینهای پیشانی مرا میشمرد و لرزه های لبان مرا میخواند و اندیشه های من. به چپ یا راست بروم، بخسبم یا بنشینم، بروم یا بایستم، سرود بخوانم یا به باده بنشینم یا دست بیفشانم. چه باید بکنم که گمان نکند هراسانم؟ تو هراسانی جم، تو نیز چون مایی. اینک میدانی زیر نگاه دیگران بودن چون است. آن که این جام رو بود، آن تبهندیش، آن دیو خو که این به چنگ آورد، اکنون میداند او کجاست و میداند کسانی در شتابند با فرمان مرگش و کسانی کند با فرمان زندگیش. و اگر خود به تن خیش بتازم تا رویین دژ، میداند که با پای خیش میروم. میداند که وی جامی دارد نهان داشت که وی را در آن میبیند و نیز مرا. آه مرا جامی باید تا بدانم جامی که گم کردم به دست کیست. وه که اندک اندک در جام اندیشه هایم تو را میبینم و میبینم آنچه را که تو در سر داری. به خود گفتی شاه شهان می آید و این جام می ستاند و بدین بندگی که وی را کردی تا همیشه سپاسدار توست و مرا ارج می شناسد بدین جام نهان داشت و زندگیم باز می دهد و جایگاهم و تا همیشه شکوهان خواهد ژکید که آن جام نخست دیوان و جادوان بردند و در این بسیار پی آن می گردد و نمی یابد و شاید پندارد این هورمزد به پادفره وی کرد و شاید این همه در سر من است نه در سر تو. پس بگو در سر تو چیست؟ تو این چرا کردی؟ و چون تنها گواه منم که دانمی هر دو یک جام است که ربوده ای، مرا چه بر سر می آوری از ترس آن که روزی فاش گویم و راست گویم؟ بگو در این لبخند چه داری که جام نمی بیند و من می بینم؟ مباد زود رسیده باشند و او را کشته، مباد دیر رسیده باشند و تیغ از رگ برگذشته. وگر دیر دشمنم جامی دارد و من نه. آن همه نفرینیان گوهر نشناس که در جام می دیدمشان، پلشت و پلید و ژاژخا، دندان تیز کرده و دم برافراشته و آزمند، چون سگان گرد کاسه سر جام از چنگ هر دیگر می ربایند برای دیدن جم دیو و ژن که خرد ارزان باخته.
کجا بیابمت ای جام، کجا پی تو باید بود؟ مبادا بر من بخندند که بر نمیتابم. بشکنی ای جام اگر برای من نیستی. آری ددان بینا بر منند و من بر آنان نه. دیوانی که هر یکی چندین دیوند، اهریمنان مردمی چهره و مردمان اهریمن پرست که خوراکشان گنداب است. از نگاهشان به کجا باید شد که گیتی پر است از نیش خندشان. شاید دژی باید ساخت تا در وی از چشمها نهان شوم. آری باغی چون ور. خواهی گفتش این جام دیگری است که بندار بیدخش ساخت در رویین دژ و درفش خون رنگ از این در باد کرده ای تا وی را بیاگهانی. چرا؟ گمانیدی زندگی مرا درازتر می کنی یا کوتاهتر؟ نشنیدستی گفت این دانش بسوزان؟ یا شاید کار دیگر شد و تا آنگاه که جامی چنین می سازم زنده ام، چون چکاوک در بند که تا می سراید در بند است و چون از سرودن افتاد مرده است. یا خواهی گفت جامی است پیش از این ساخته و پاسخ چیست اگر بپرسدم که چرا از من پنهان می داشتی؟ پس فاش بگو این بندگی چرا می کنی و کرا؟ آی جم این چه گمان بود، چرا چنین چون و چند، که اگر وی خواستی جام به دیوکان بهلد و با دشمنان دست یکی کند، پیش از آن می کرد که تو را این جام ارزانی کند. دوست چرا به زندان کردی به دشمن کامی؟ و چرا آن را که هماره با تو سخن روبرو می گفت میانجی فرستادی که ندانی کدام سخن از خود گوید و کدام از وی؟ آه چه شد آزرم روزگار، کی بودی که اندیشیدمی پرستنده ای از آن من گستاخ در من بنگرد و مرا گوید استاد خوشا تو را دست هشتن از این کارنامه و هر کار که تو مرگ رایی و آنچه راز تو راست در کار این جام مرا بسپار تا بدان خویش را زندگی زنده کنم. کی از سرم گذشتی که بی شرمی درشت گویی خیره نگاهی که جام از جم و جان از من بخواستی دزدید، مرا به پرخاش گوید این دانش که ارزان به دور افکندی مرا واگذار تا گران بفروشم. این افسون دیو و پری که در هم آمیختی تا بدان خواسته و گاه بسازم و سر از سران برافرازم و پای بر سر چرخ نهم نهم و پیمانه در جام سپهر آسمان زنم و تخت بخت از شید و جم درگذرم. و این همه گوید و نگوید این سخنان وی است یا فرموده به وی تا مرا بیازمایند؟ یا شاید تیری به دو نشان که یک سو درفش چاکری وی برمی افرازی و از این سوی دیگر چنان می نمایی که زندگی از تو دارم و از من پاداش همسنگ زندگیم می جویی. بدان که من تهیدستم و چیزی از جهان با من نیست مگر راز این جام که چون تو را آموختم از آن پس آری در چشم تو خیره چشم جانم به زندگی نیرزد و آن پایان من است. و آنگاه تو ناسپاس در جای من می نشینی و آن بندگی که وی را نکردم تو می کنی از بهر آنچه وی بر سر آن است و از وی پاداش های گران و جایگاه بلند می داری. جایگاهی بلند، آری، نه بلندتر از این جا که اکنون هستی، نه بلندتر از این رویین دژ. یا خواهی گفت راز از استاد دزدیدم و این جام به دست خود ساختم. هان بگو تو را این ترفند در گمان نیست و ندانستی که بدین خون خود در شیشه می کنی آنگاه که از تو جام دیگری بخواهد و ساختن نتوانی؟ چه میگویید جم بر تخت خود باشیده باش، باده بنوش و بویهای خوش ببوی و روغنان بر تن خود بیندای. چرا بنشینم؟ نه، تندرم را زین کنید و تن پوش جنگم بیاورید با 100 گونه تیغ آبدار. من که جمم به تن خود بر می نشینم و راه بلند رویین دژ به سمکوب خنگ باد رفتارم پست می کنم. زود چتری از ابر پیش آفتاب بگیرید و پیش از آن چه میگویید دیر است و کار از دست شده.
زودتر پیکی چون دود با نگین من گسیل کنید که چون تیر از شست شده باد پشت سر بگذارد و نیز کبوتری پردهید باد پر با فرمانم که راه های آسمان ببرد تا رویین دژ و بگوید جم فرمان خیش می درد. این راز با تو در میان نهم تا دانش از دلها نرود. آری خوشتر که چون زندگی به مویی بنده است آن را به دیگری گره بزنم تا ریسمانی استوار شود. و با این همه نه، چگونه باید دانست از آن جام که به دانش سازید چه برخواهد خواست؟ اگر کسی داردش که در آن در رنجهای مردمان بنگرد و کار نتواند، چه بهره جز که رنج افزون شودش؟ وگر کسی داردش که دست بر همه کس دارد و در آن بنگرد در کار ناخشنودان و از ایشان ناخشنود شود، چه از این جام برخیزد جز خنده به خون آغشتن؟ وگر فردا روز دهقانی را از خانه بیرون کشند و بردار کنند، تو نخواهی گفت کار آن جام بود و مرا نفرین نخواهی کرد. گجسته بادم و نامم به نیکی نبرند اگر چنین کنم و این راز با خود به نیستی نبرم. گجسته منا که زندگی تباه کردم در ساختن بهترین چیزی از بهر بهتری جهان و از آن جز بد بر نخواست. چرا باید درفش خون رنگ را فرو کشند همانگاه که به آتش می سوزد؟ این راز چیست جز که پندار ما خاکستر شد و بر باد رفت؟ پس آن که فرشته من یافت جامی از آن گونه بود که مرا 10 چون آن در نهانگاه است. کاش نیبند آنها که پیشترند بشکند و پای آنها که پسترند تیزتر شود و پیکم از هر دو بگذرد و کبوترم از همه زودتر برسد. من که جمم بندار بیدخش را زنده میخواهم. میبینمشان شماری شتابنده با فرمان مرگ من، قران و کف به دهان آورده در پای رویین دژ، بر خنگهاشان خویچکان و غوغاگر و بیتاب، همه با شمشیرهای آخته که پره‌های بینی‌هاشان از خشم و خروش می‌لرزد و جز خون جوشنده بر خاک نمی‌بینند. از جم بودن چه سود چون جام از دست شد؟ نه، بهل از دست بشود که پنداری نبود. من پیش از این بی جام جهان بین نیز جم بودم، پس اندوه را چه جای؟ تو همچنان جم باش هرچند زیر نگاه دیوانی. بر خشت خام بنویسید یاوه ای گفتند، هرگز کس این جام ندید. میان ما این دانش ها دیده نشده. بیخردی که بندی سرزمین دیوان بود بدان جای آینه ای دید گوژ و بازیچه و از آن داستانی دیوانه سان سر کرد. این افسانه ای بود که بیهودگویی گفت، همه افسون و گزاف، همه پندار و گمان. اکنون پشت درند، هیچ کبوتری نرسید و پیکی در نکوفت. آیا مرا به ایشان وامی گذاری تا به دلخراش ترین دشنام ها لگد کوبان بکشند؟ آیا مرگی مهربانتر در دشنه پنهان تو نیست؟ دشنه‌ای نهان داشت که دست خواستی برد و نبردی، دشنه‌ای که پنداشتی مرا بدان هراسانیدی و واداشتی دانش این جام با تو بگویم. آری میبینمشان درید چشم و گره پیشانی با بانگ خشما خشم و دم غریوا غریو که درها بر ایشان گشودند. وگر ایشان پسینیان بودند با فرمان زندگیم، تو بگو آن از مرگم تباه تر نیست که مرا در پای جم اندازند و بخواهد او را جامی دیگر بسازم؟ نه، این دانش تو را نخواهم گفت. نه، بهل دانش بمیرد آنجا که در پنجه مرگ اندیشان است و سودهای آن همه بر زیان می کنند. و پیش از مرگ من این جام بر سنگ می کوبم و ما هر دو می شکنیم. آه درود بر مهربانی تو که پشت خشم و دشنه پنهان است. اینک به تیغ تو پاداش خود دریافتم،
پاداش زندگی بر سر دانش نهادن و بدین مهربانی که مرا از تو رسید در برابر چیزکی از رنج خود تو را می بخشم. آری بمان و داستان این جام بر پوست بنویس و بر مردمان بخوان تا نگویند ما این دانش نداشتیم. شب خوش.